سلام بچه‌ها، اینجا این ماشین منه. اینجا جلو دم در خونه، پارکینگ دم در خونه است. امشب من هر کاری کردم از این آب رد بشم برم اونور، نتونستم. انقدر بارون اومده، سطح دریا اومده بالا، بعد دیگه اومده تو پارکینگ دیگه. الان اینجا حدودا این ته که نگاه بکنید، بذار من دقیقاً یکم بهتر تصویر بگیرم. نمیتونم جلوتر برم، غرق میشم. اینجا 10 متر سطح آبه. بعد قاز هستش اینجا، مرغ ماهی خوار اومده. صبح دیدم چند نفر اومده بودن اینجا، تور انداخته بودن، ماهی میگرفتن. بعد تو روزنامه گفته بود که دیروز اینجا نهنگ هم حتی مشاهده شده تو اینا. یعنی از اینجا دقیقا نهنگه اومده، از همین بغل این سنگین ته نگاه کنید، دقت کنید، از اون بغل نهنگه اومده تو. بعد نتونسته دور بزنه برگرده دیگه، مستقیم اومده رد شده، رفته همینجوری. این آب اینجا 10 متر فاصله سطح آبه، از اینجا رد شده رفته جلو. این ماشینایی که می‌بینید اینجا، این ماشینا همشون تو آب گیر کرده، اینا هیچ کدوم نمیتونن برن. اینجا که می‌بینید سفیده، اینجا آب ها، من الان با قایق میرم جلو. اینجا سطح آب خیلی زیاده. اینجا الان شما اصلا مشاهده نمی‌کنید، الان دیگه سطح آب دوربین من نشون نمیده. سطح آب خیلی زیاده. وقتی میرسیم به اینجا دیگه الان هیچ کس نمیتونه آشغالش رو تو سطل آشغالی بندازه، بخاطر این مردم نمیرسن به سطل آشغالی. اون ته اونجا اینا سطل آشغالی اونجا دیگه، اون ته دیگه، اینجا هم آبه. بعد مردم مجبور شدن اینجا بریزن، اینجا این پشت خونه من کثیف کردن، دیگه کاری نمیشه کرد دیگه. نکن اینجا، نکن قازا دارن شنا میکنن، نکن من یکم جلوتر برم، اینجا قازا دارن شنا میکنن. بعد نکن اینا، نکن دارن شنا میکنن، نکن قازا ماهی گرفت، نکن ماهی گرفت، ماهی دیدین ماهی گرفت، الان قازا ماهی گرفت اونجا. نگاه کنید اون ته، اون اینجا اصلا خیلی آب زیاده، آب خیلی اومده بالا. اینا میگن چرا از اون فیلم برداری میکنه، ناراحتم. نگاه کنید شماره تلفن، شماره 87 اونجا 88 89 اینجا میره بالا تا 100، اون ته 100 آقا. اونجا نگاه کن همه زیر آبه دیگه. اونجا حدوداً میگن سطح آب حدوداً 25 متره. یعنی نهنگه اومده بوده از اون ته نهنگه اومده بوده بغل اون سنگه، از اون ته اومده بوده اینجا شنا کرده. بعد از اینجا یه زیرابی رفته و دیگه اونجا رفته ته، رفته پریده تو دریا، نهنگه رفته. بعد دیگه واسه اینجوری دیگه این ویدیو رو من رکورد کردم واسه یوتیوب. ببینید استفاده برید از آب و هوای خوب بوستون. دوستان اینجا بوستون آب و هوا انقدر خوبه خدا میدونه. یه روز سیل میاد، یه روز برف میاد، یه روز بارون میاد، یه روز معلوم نیست چه جوری. خارش رو من گاییدم.